حکم قول به نام ملت، به نام عربیت، به نام وطن و غیره. سوال: حکم این عباره ها چیست؟ به نام ملت، به نام عربیت یا به نام وطن و غیره. جواب: این عباره ها اگر کسی با آنها مقصد داشته باشد که فقط همچون نماینده از نام مردم عرب یا اهل کشورش سخن بگوید، پس در این حالت هیچ مشکلی ندارد. اما اگر آن شخص با این عباره ها برای تبرک، برکت طلبیدن یا کمک جستن، استعانت نیت کند، پس این میتواند یک نوع شرک باشد و حتی شاید تا شرک اکبر، شرک بزرگ هم برسد، وابسته بر آنچه که در دل شخص است. یعنی درجه تعظیم و بزرگی که برای آن چیزی که بر آن کمک میخواهد قائل میشود و قائل باشد، میتواند انسان را از دایره اسلام خارج بنماید. منبع: شیخ ابن عثیمین، مجموع الفتاوی و الرسائل، مجلد سوم، صفحه 88.